بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی. در 5 قسمت گذشته شما مناظره آقای دکتر صاحب ذاکر نایک با آقای شری رویشنکر را تماشا نمودید که به تعقیب آن برنامه سوال جواب آزاد مخاطبین با سخنرانان داشتیم. اگر آن قسمت ها را تماشا نکرده باشید لینک آن را در آخر همین ویدیو قرار دادیم. اگر خواستید تماشا کنید. اکنون به ششمین و آخرین قسمت این مجموعه می پردازیم که ادامه سوال جواب آزاد و جلسه اختتامیه می باشد. اگر از این ویدیوها خوشتان آمد لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. The next question from the ladies for Dr. Zakir. سوال بعدی را داریم از جانب خواهران از دکتر ذاکر. I'm Amina and I'm a student. I would like to ask the question that what is the concept of avatar in Hindu scriptures and who is Kalki avatar? سلام، آمینه هستم، دانشجو می باشم. می خواهم یک سوال بپرسم که تصور اوتار در دین هندویسم چیست و کلکی اوتار کیست؟ Before I reply to the sister, I would like to say that I'm a medical doctor and I would like to tell that a fetus can hear in the womb of the mother. پیش از آن که به خواهر ما پاسخ ارائه کنم می خواهم بگویم که من یک پزشک هستم و می خواهم بگویم که یک جنین می تواند در رحم مادر صدا را بشنود. در ماه پنجم بارداری گوش ها باز می شود و همچنان قرآن کریم در سوره انسان سوره 76 آیه 2 می فرماید ما انسان را از نطفه مختلط آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. اول شنیدن می آید و بعد دیدن. بنابراین شکل گیری گوش در روز 22 بارداری آغاز می شود و در ماه پنجم بارداری جنین می تواند بشنود. به همین دلیل تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک خانم باردار نباید فیلم های خشونت آمیز را تماشا کند چون بالای روان جنین تأثیر می گذارد. بنابراین جنین می تواند بشنود و من با آن خواهر ما که قبلا نظریه ارائه کردند موافق نیستم. تا آنجایی که به سوال شما مربوط می شود که مفهوم اوتار در دین هندویسم چیست و کلکی اوتار کیست؟ اوتار از کلمه سانسکریت او و تره آمده است که به معنای نازل شده می باشد و مفهوم آن نزد عموم هندوها آن است که خداوند سبحانه و تعالی با شکل جسمانی در جهان نازل خواهد شد. اما برخی دانشمندان می گویند که واژه سانسکریت اوتار نمی تواند متصرف خداوند باشد. ممکن به این معنا باشد که خداوند سبحانه و تعالی کسی را به زمین بفرستد مانند ریشی ها و قدیس ها و غیره. و این مفهوم مشترکی است با اسلام که قرآن می فرماید خداوند سبحانه و تعالی شخص را از میان مردم انتخاب می کند و با سطح بالای با او ارتباطات برقرار می کند که به آن افراد پیامبر گفته می شود. بنابراین اسلام به مفهوم پیامبر باور دارد و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم سوره فاطر سوره 35 آیه 24 می فرماید و من امت الا خلها فی النذیر و هیچ امتی نبوده مگر آن که در میان آنان هشدار دهنده گذشته است. خداوند در سوره رعد سوره 13 آیه 7 می فرماید ولکل قوم من هاد و هر قوم را از طرف خداوند رهنمایی است و خداوند در تمام اعصار پیامبرانی فرستاده است. بنابراین اگر شما کتب ویداها را بخوانید ویداها نیز بیان می دارند که خداوند سبحانه و تعالی قدیسان و ریشی های زیاد را فرستاده است و یکی از آنان کلکی اوتار می باشد. در کتاب بھگوتا پورانا بخش 12 فصل 2 آیه های 18 الی 20 بیان می دارد که او در خانه ویشنویاس تولد خواهد شد. در خانواده رئیس شهر سمبالا تولد می شود. نام او کلکی خواهد بود و خداوند به او تجسم خواهد کرد. بر علاوه بیان می دارد که به او 8 خصلت فوق طبیعی داده خواهد شد. او یک اسب سفید سوار خواهد شد با یک شمشیر در دست راستش و او اشرار و بیدین را نابود خواهد کرد. بر علاوه آن در بھگوت پورانا بخش اول فصل 3 آیه 25 بیان شده است در کلیوگ یعنی عصر تاریکی پادشاهان مانند دزدان خواهند بود. در زمانی که شاهان مانند دزدان هستند در خانه ویشنویاس کلکی تولد خواهد شد. همچنان در کتاب کلکی پورانا فصل 2 آیه 4 بیان شده است که نام پدر او ویشنویاس خواهد بود. در کتاب کلکی پورانا فصل 2 آیه 5 بیان می دارد که او 4 حواری یا دوست نزدیک خواهد داشت تا با او کمک کنند. در کلکی پورانا فصل 2 آیه 7 بیان می دارد که به او توسط فرشته ها در میدان جنگ کمک خواهد شد. در کلکی پورانا فصل 2 آیه 11 بیان می دارد
که او در خانه ویشنویاس از بطن سومتی تولد خواهد شد. کلکی پرانا فصل دوم آیه 15 می فرماید که او در 12 ماه مادف تولد خواهد شد. در حالی که می توانم در این باره به تفصیل سخنرانی کنم، اما به طور مختصر بیان می کنم که نام پدر او ویشنویاس است که به معنای بنده خداوند می باشد. نام پدر محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله بود که آن نیز به معنای بنده خداوند می باشد. نام مادر او سومتی خواهد بود که به معنای امن و آرامش است. نام مادر محمد صلی الله علیه و سلم آمنه بود که آن نیز به معنای امن و آرامش است. و در محله سنباله تولد خواهد شد. سنباله به معنای منطقه امن است و به مکه مکرمه نیز دارالامن گفته می شود، یعنی مکان صلح و آرامش. این پیشگویی بیان می دارد که در خانواده بزرگ قبایل سنباله تولد خواهد شد. ما می دانیم که محمد صلی الله علیه و سلم در خانواده بزرگان قبایل مکه یعنی قبیله قریش تولد شد. او در 12 ماه مادف تولد خواهد شد. می دانیم که محمد صلی الله علیه و سلم در 12 ربیع الاول به دنیا آمد. او آخرین ریشی خواهد بود. ما می دانیم که محمد صلی الله علیه و سلم طوری که در قرآن کریم سوره احزاب سوره 33 آیه 40 بیان می دارد: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. بر علاوه آن بیان می دارد که به این شخص در یک غار وحی نازل می شود و او به طرف شمال سفر می کند و بر می گردد. و ما می دانیم که اولین بار وحی در جبل نور در غار حرا برای محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردید. سپس او به طرف شمال یعنی مدینه منوره سفر نمود و برگشت. بیان می دارد که به او 8 خصوصیت فوق طبیعی داده می شود. 8 خصوصیاتی که در اینجا بیان شده است عبارت از باخرد بودن، تسلط داشتن بر نفس خود، علم و دانش نازل شده دارد، از خانواده نجیب می آید، شجاع می باشد، توانایی دارد، نهایت خیر می باشد و شکرگزار می باشد. و همه این 8 خصلت در وجود محمد صلی الله علیه و سلم دیده می شد. بر علاوه آن می فرماید که او تمام بشریت را هدایت خواهد کرد، چیزی که در قرآن کریم سوره سبا سوره 34 آیه 28 نیز بیان شده است که می فرماید و ما تو را جز به سمت بشارتگر و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم. بر علاوه آن می فرماید که برای او اسب سفید داده خواهد شد و ما می دانیم که برای محمد صلی الله علیه و سلم براق سفید داده شد. او شمشیر را در دست راست خود می گیرد. محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر دفاع شخصیشان در بسیاری غزوات شرکت کردند که در تمام آن جنگ ها شمشیر را در دست راستشان می گرفتند. و بیان می دارد که او توسط 4 تن همنشینان همکاری می شود. درباره 4 تن خلفای راشدین بیان می دارد: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. و بیان می دارد که در جنگ با او توسط دیوتا همکاری می شود. و ما می دانیم که فرشته ها در جنگ بدر با محمد صلی الله علیه و سلم همکاری کردند که قرآن کریم در سوره آل عمران سوره 3 آیه 123 الی 125 و همچنان سوره انفال سوره 8 آیه های 8 و 9 بیان می دارد. بنابراین تمام این پیشگویی ها فقط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را نشان می دهد. The next question for Sri Sri Ravi Shankar ji. سوال بعدی از شری روی شنکر صاحب از جانب آقایان، بفرمایید. I'm a student of BCom. This is to Sri Ravi Shankar ji. Well, my route is on the antithetical ideologies in Hinduism. When in Islam, we've got the Quran and the Sahih Hadith to check the authenticity of any belief or ideology. سلام، دانش آموز هستم. سوالم از شری روی شنکر صاحب است. سوالم درباره ایدئولوژی ها و باورهای معتبر در هندویسم است. در اسلام ما قرآن و احادیث صحیح را داریم تا اعتبار و باورها و ایدئولوژی های خود را توسط آن بررسی کنیم که حتی علمای روحانی بزرگ اسلام از آن پیروی میکنند. اما در هندویسم ما علمای روحانی را در مقام های بالاتر داریم که طبقات پایینتر از روش ها و باورهای آنان پیروی میکنند که مغایر فرموده ویداها می باشند. شما ممکن بگویید که باید ویداها را ببینیم که کدام عمل کرد و باورهای آنها با ویداها سازگار است و کدامش ناسازگار. اما اگر ویدا بیان می دارد که خوردن گوشت جایز است، شما می دانید که علمای هندو می گویند که خوردن گوشت گناه است. ویدا بیان می دارد که خداوند مجسمه و عکس ندارد. پندیت روحانی به خداوند تصویر مجسمه می سازد.
بنابراین یک شخص عام، یک هندوی عام چگونه میتواند فرق میان درست و نادرست را بداند که از کدام یک پیروی کند و از کدام یک اجتناب کند؟ اگر پاسختان آن باشد که گفته عالم روحانی را کنار بگذارید و از کتب مقدس مذهبی پیروی کنید، اما اگر پندیت خودش گمراه شده باشد، بنابراین یک هندوی عام را بر فرض چگونه میتوان به مسیر درست هدایت کرد در حالی که او خودش فکر میکند از هندویسم واقعی پیروی میکند؟ Yes. That's a good question. In the beginning itself, if you have heard this whole dialogue from بله، سوال خوبی بود. از ابتدای این مناظره که ما سخنرانی کردیم اگر دیده باشید، گفتیم که کتب مقدس وجود دارند اما مردم از کتب مقدس پیروی نمی کنند. از قرآن نیز پیروی نمی کنند. در اسلام نیز چنین است. مردمانی هستند که از قرآن کریم نیز پیروی نمی کنند. به همین دلیل است که خیلی از مردم به خشونت‌های گوناگون و همه چیز روی می‌آورند. صلح توسط افراد کمی گسترش نمی‌یابد. مشابه آن تعداد کمی از روحانیون ممکن اعمال نادرستی انجام دهند و آن دین نیست. اما در موضوع دینی کتب مقدس ویداها به روشنی معتبرند. اپنیشدها نیز اعتبار دارند. ویدانتاها نیز اعتبار دارند. یوگا یک طریقه تمرین است که با آن ذات خدا را تجربه میکنید و میلیون ها نفر از آن پیروی میکنند و از آن سود میبرند و این سرزمین قدیسان زیاد را خلق کرده و نام گذاشتند، مانند میرا، کایتانیا ماهاپرابو، گرو نانک صاحب، گرو گوبند سینگ صاحب. به همین دلیل در آیه های متعدد ریگویدا بیان می‌دارد ऋषिः पूर्वेभिर्नूतनैरुतः स देवां येह वक्षति अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिर्नूतनैरुतः. قدیسان و روحانیون در گذشته بودند و قدیسان و روحانیون در آینده خواهند آمد و جهان بی پایان است و به پیش می رود و دنیا زمان به زمان به پیش می رود. سمباوام یوگی کرشنا فرموده که من در هر عصر تولد خواهم شد تا نادرستی های جهان را درست کنم. پس به این معنا ما باید شریمد بھگواد گیتا را ببینیم و بخوانیم و کتب دیگر را که برایتان توصیه میکنم باید کاملا بخوانید. عبارت از یوگا واشستا می باشد که آن کتاب خیلی جالب و علمی و دارای دانش عمیق در این سیاره می باشد. امروزه کتاب یوگا شستا اهمیت جهانی پیدا کرده است که ما را درباره آگاهی آموزش می دهد. بنابراین برای همه الزامی است تا شیره دانش را از هر جا کسب کند. شیره دانش ویداها، گیتا، ویدانتا و با زندگی سرشار از عشق و محبت و کمک کردن به دیگران می باشد. درست است؟ تشکر از شما. Yeah, thank you Thank you. very Next much. question for Dr. Zakir. سوال بعدی از دکتر زاکر. My name is Vijay Kumar. I am a TV technician. My question to Zakir Naik is whether rebirth is there in Islam. And few Muslims they say rebirth is there. And one more thing is, what is the day of judgment? نام من ویجی کمار است و متخصص فنی تلویزیون هستم. سوالم از زاکر نایک آن است: آیا به دنیا آمدن دوباره در اسلام وجود دارد؟ و تعدادی از مسلمانان میگویند که تولد شدن دوباره وجود دارد. و یک سوال دیگر آن که روز رستاخیز چیست؟ آیا طوری است که هرگاه کسی میمیرد بلا فاصله وارد میدان محشر و روز قیامت می شود؟ That's the question, Brother Vijay, that is rebirth there in Islam, and day of judgment, if people die, do they immediately go to day of judgment? برادر ما ویژه سوال کردند که آیا عقیده تناسخ یعنی به دنیا آمدن دوباره در اسلام وجود دارد؟ و درباره روز قیامت سوال کردند، این که کسی میمیرد بلا فاصله بالای او روز قیامت می شود؟ تا آنجایی که به تولد دوباره مربوط می شود، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید: الله همان کسی است که شما را آفرید، سپس بر شما روزی بخشید، آنگاه شما را میمیراند و پس از آن زنده میگرداند. این بیانگر آن است که ما در این جهان زندگی میکنیم، سپس میمیریم و دوباره در دنیای دیگری زنده خواهیم شد. بنابراین اگر سوالتان چنین باشد که آیا ما بعد از مرگ زنده میشویم، بله، بعد از مرگ دوباره زنده میشویم. اما اگر سوال شما درباره فلسفه سامسکارا در هندویسم باشد که بیان می‌دارد شما زنده میشوید، میمیرید، دوباره زنده میشوید، دوباره میمیرید، که به نام چرخه زنده شدن و مردن و دوباره زنده شدن یا تئوری تناسخ در جسم جدید یاد می شود. در آن صورت نخیر، ما در این جهان یک بار میاییم و یک بار کافی است. و اگر شما تحلیل و بررسی کنید، من یک دانش آموز ویداها و کتب مقدس هندویسم می باشم. فلسفه سامسکارا از کتاب بھگواد گیتا فصل 4 آیه 22 منشأ گرفته که بیان می دارد:
همان گونه که یک نفر لباسهای کهنه اش را دور می کند و لباسهای جدید بر تن می کند، مشابه آن روح از بدن کهنه دور می شود و وارد بدن جدید می شود. در کتاب بریهادارا یاکا اوپنیشاد فصل 4 بخش 4 آیه 3 بیان می دارد همان گونه که کرم ابریشم روی برگ نی تا انتها می رود و سپس آن برگ را رها می کند و برگ جدید را انتخاب می کند، مشابه آن روح بدن کهنه را رها می کند و وارد بدن جدید می شود. اما این فلسفه به نظر من در ویداها نیست. ویداها درباره پنرجنم بیان می دارد که ریگویدا در کتاب 10 فصل 16 آیه های 4 و 5 بیان نموده. پنر به معنای بعدی می باشد، جنم به معنای زندگی، یعنی زندگی بعدی، که آن درست است، طوری که قرآن نیز درباره زندگی بعدی بیان می کند، اما به معنای زنده شدن، مردن، دوباره زنده شدن، دوباره مردن نیست. چون این چیز را در هیچ جای از ویداها ندیدم. بنابراین طوری که شری رویشنکر بیان نمود، ویداها در بالاترین مقام اعتبار قرار دارند. بنابراین اگر شما می خواهید که ویداها را با بھگواد گیتا و اپنیشادها مقایسه کنید، پس ما باید فرموده ویداها را معتبر بدانیم. بدن در این جهان باقی می ماند و روح از آن خارج می شود و در دنیای بعدی در بدن جدید وارد می شود. پس من با زندگی بعد از مرگ کاملا موافقم، اما به معنای زنده شدن و مردن، دوباره زنده شدن و مردن نیست. این فلسفه سامسکارا توسط علمای هندویسم مطرح شده است، زیرا آنان این را نمی دانستند که چگونه برخی انسان ها ناشنوا تولد می شوند، چرا برخی انسان ها با بیماری های قلبی تولد می شوند، برخی صحتمند تولد می شوند و برخی معلول، برخی در خانواده های ثروتمند، برخی در خانواده های فقیر به دنیا می آیند. بنابراین آنان با فلسفه کرما درباره اعمال به پیش آمدند. نظر به فلسفه آنان، زندگی بعدی به اعمال شما بستگی دارد. این که شما در زندگی قبلی کارهای نیک انجام داده باشید، در زندگی بعدی در مقام بالاتر تولد می شوید. اگر عمل بدی انجام داده باشید، در زندگی بعدی در طبقه پایینتری تولد می شوید. پس به همین دلیل است که ما در تغییر هستیم. گاهی به شکل حیوان تولد می شویم، گاهی به شکل گیاه، گاهی به شکل انسان. و بلندترین مرتبه به شکل انسان می باشد که ما 7 مرتبه به آن شکل تولد می شویم. بنابراین اسلام با آن موافق نیست. اما ویداها درباره زندگی بعدی یا پنرجنم بیان می کند. ما با آن موافقیم که یک بار در این جهان می آییم، آن کافی است. قرآن کریم در سوره ملک سوره 62 آیه 2 می فرماید الذی خلق الموت والحیات، خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید شما را که کدام یکتان کارهای شایسته انجام می دهید. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره سوره 2 آیه 155 می فرماید و قطعا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و کمبود محصولات می آزماییم. بنابراین الله می فرماید که این زندگی آزمونی برای زندگی بعدی است. تا آنجایی که به فلسفه این که چرا یک فرد معلول تولد می شود، چرا برخی در خانواده ثروتمند تولد می شوند و برخی در خانواده فقیر. خداوند سبحانه و تعالی در قرآن کریم سوره انفال سوره 8 آیه 28 می فرماید که اموال و اولاد شما برای آزمایش است. بنابراین هرگاه این چیزها برای امتحان باشد، برخی در خانواده ثروتمند تولد می شوند و برخی در خانواده فقیر. این چیزها آزمایش هستند. بنابراین کسانی که ثروتمند هستند، خداوند برای ثروتمندان زکات را تعیین نموده. هر کس که بیشتر از 85 گرم طلا سرمایه داشته باشد، بالای او نصاب زکات تعیین می شود. این که هر ساله 2.5% از سرمایه‌اش را باید زکات بپردازد. و برای مردمان فقیر زکات را تعیین نکرده. ما و شما میگوییم که بیچاره انسان فقیر است، اما در امتحان زکات او 100% ثواب به دست میآورد. مرد ثروتمند اگر 100% زکاتش را بپردازد، ممکن ثواب زکات را مکمل به دست بیارد. اگر 50% زکات میپردازد، 50% ثواب به دست میآورد. اگر زکات نمیپردازد، 0 به دست میآورد و گناهی را نیز مرتکب می شود. اما مرد فقیر به گناه رایگان 100% ثواب زکات را به دست میآورد. این یک آزمون است. مشابه آن الله سبحانه و تعالی برخی افراد را توسط صحتمندی می آزماید. برخی کودکان با نارسایی‌های ذهنی تولد می شوند. به این معنا نیست که آنان در زندگی قبلیشان گناهی انجام داده باشند، زیرا از نظر اسلام تمامی کودکان معصوم و بیگناه تولد می شوند. این یک آزمون از برای والدین است. اگر کودکی با بیماری قلبی تولد می شود، به این معنا نیست که او در زندگی قبلیش گناهی انجام داده باشد. اگر فقیر تولد می شود، گناهی او نیست، زیرا شاخص رفتن به بهشت آن نیست که شما پول داشته باشید یا صحتمند باشید. این ممکن آزمایش خدایی از برای والدین او باشد.
پس در این صورت ما به زندگی بعدی باور داریم. و سوال شما درباره روز رستاخیز. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران سوره 3 آیه 185 می فرماید كل نفس ذائقة الموت. هر نفسی چشنده مرگ است، اما پاداش آخری در روز محشر خواهد بود. اگر شما گناه را اینجا مرتکب می شوید، ممکن تا حد مجازات شوید و ممکن نشوید، اما مجازات نهایی در روز رستاخیز خواهد بود که حتی کتب ویداها نیز درباره سورگ و نرگ یعنی بهشت و جهنم بیان می دارد. بنابراین اگر شما اعمال نیکو انجام می دهید، در روز رستاخیز به سورگ یا بهشت خواهی رفت. پس زمانی که شما میمیرید با تمام انسان ها از اولین انسان گرفته تا آخرین در روز قیامت در میدان محشر حاضر می شوید و آنگاه خداوند عدالت خواهد کرد. هر کس سزاوار اعمالی است که در این دنیا انجام داده است. اگر کسی کار نیکی کرده باشد پاداش می بیند، اگر کار بدی انجام داده باشد عذاب خواهد دید. امیدوارم به سوالتان پاسخ گفته باشم. We would now have the last two questions from the ladies section, one for Sri Sri Ravi Shankar ji and after that for Dr. Zakir Naik. اکنون پیش از آن که برنامه من را اختتام دهیم، دو سوال آخری را از جانب خانم ها میگیریم. یکی از شری شری روی شنکر و به تعقیب آن دکتر زاکر نایک. بفرمایید خواهر، سوالتان را از شری شری روی شنکر صاحب. My name is Nudrat Fatma and I am a housewife. First of all, I would like to thank Mr. Zakir Naik for his vast knowledge. السلام علیکم، نام من ادارت فاطمه می باشد و خانم خانه هستم. پیش از همه می خواهم از دکتر زاکر نایک از دانش وسیعشان تشکری کنم. ما از او سپاسگزاریم و سوالم آن است که ما امروزه درباره صلح و دوستی و تحمل و بردباری صحبت میکنیم تا جهان را مکان بهتر برای زیستن بسازیم. خلاصه کلام این که زندگی را آسان و مسئول و راحت بسازیم. میخواهم از جناب عالی شری شری روی شنکر صاحب بپرسم که اولین وظیفه ما چیست؟ آیا باید توجه ما به سمت بشریت باشد که تمام انسانها شامل آن می شود، یا به سمت خالق جهان باشد که شامل انسانها و تمام جهان می شود؟ تشکر از شما. One thing I would beg to differ, taking a link from the previous, is we in India as Hindus, we definitely believe in rebirth. یک چیز را بنده محترمانه باید بگویم که مخالف آن هستم در رابطه به موضوع قبلی، آن است که ما هندوها در هندوستان و تمام جهان قطعاً به تناسخ یا تولد دوباره در این جهان ایمان داریم و امروزه روانشناسان در سراسر جهان از درمان برگشت به عنوان تداوی مردم استفاده می کنند. حتی کسانی که به فلسفه تناسخ باور ندارند باز هم این را تجربه می کنند، زیرا آگاهی مغز چیز جز انرژی و هوش نیست و توسط قانون ترمودینامیک و حتی توسط علم جدید ثابت شده است که آگاهی ادامه دارد. این قانون بسیاری از خصوصیات آینده کودکان را پیشگویی می کند. کودکان 3-4 سال بدون آن که به مکتب رفته باشند و آموزش دیده باشند وایلون می نوازند، وینا می نوازند. حتی خودم تمام کتاب گیتار را بدون آن که کسی قبلا به من تدریس کرده باشد آموختم. پس تمامی این پدیده ها همان سمسکارا می باشند که قبلا در مغز ما وجود دارند. پس ما نیاز داریم تا آن بحث را باز داشته باشیم که چرا جهینیزم، بوداییزم، سیکیزم، هندویزم، تاویزم، شینتویزم، تمام این ادیان به تناسخ یا تولد دوباره یا تداوم یک آگاهی باور دارند. و با پاسخ سوال شما درباره وظیفه مردم، بله آن خیلی مهم است. در درجه نخست ما باید صلح و دوستی را گسترش دهیم که اولین وظیفه ماست و بر علاوه این وظیفه ما به این نیز باور داریم که خدمت برای بشریت عبادت برای خداوند است. این بیانی است که بساوانا اینجا برای ما گفته است و علمای بزرگ اسلامی مانند شیش و نالا شریف همهشان اینجا آمدند و در مدح این فلسفه سرودند و همهشان از آن سود بردند. این تعلیمات کایاکاف کایلاسا یعنی بدن سرای خداست به مردم کمک می کند. به همین دلیل ما باید خداوند را از طریق خدمت به بشریت عبادت کنیم. تشکر از شما. میدانم وقتتان را زیاد گرفتم. We'll have the last question for Dr. Zakir before we close down. حالا پیش از ختم برنامه آخرین سوال را از جانب خواهران میگیریم که از دکتر زاکر نایک پرسیده می شود. My name is Mitra. I work for Oracle. I really appreciated and loved so much when you said I don't consider a person a Muslim when he is not spreading peace. سلام، نام من مترا است.
واقعا از شما قدردانی میکنم و خیلی دوست دارم زمانی که بیان داشتید کسی که صلح را گسترش نمیدهد من او را من حیث مسلمان قبول ندارم و من به خاطر این بیان شما کف زدم. اما چرا نه تنها در هندوستان بلکه در تمام جهان تعصب و تروریسم فقط به اسلام ربط دارد و آنچه را رهبران انجام میدهند آنان تلاش میکنند که باید این نام بد از اسلام دور شود. Sister asked a very good question, that what are we doing? Why is Islam linked with the word terrorism, etc.? This is mainly because of the media. According to the Time magazine, خواهر ما سوال خوبی پرسیدند که چرا در سراسر جهان اسلام با تروریسم مرتبط است. خواهر گرامی، این پدیده به دلیل وجود رسانه ها می باشد. طبق گزارش مجله تایم، یک مقاله‌ای که در 16 اپریل سال 1979 به چاپ رسید و نوشته بود که حدود 60,000 کتب بر علیه اسلام در 150 سال اخیر از سال 1800 تا سال 1950 در اسپانیا به چاپ رسیده، یعنی هر روزه بیشتر از یک کتاب. و بعد از 11 سپتامبر این آمار عالمگیر شد. مردم آیه های از قرآن کریم را نقل قول میارند و آن را تحریف میکنند و بیان میدارند که این اسلام است، در حالی که آن چیزها اصلا در اسلام وجود ندارد. و خیلی یک آیه مشهوری که آنان از سوره توبه سوره 9 آیه 5 نقل قول میکنند که هرگاه شما کافر را دیدید بکشید. اما اگر شما قرآن را باز کنید، سوره 9 آیه 5 را بخوانید، چنین بیانی وجود ندارد که هرگاه کافر را دیدید بکشید، اما آن خارج از مفهوم متن است. مفهوم متن آن است که چند آیه قبل درباره پیمان صلح میان مسلمانان و مشرکین مکه بیان می‌دارد. این پیمان صلح یک طرفه از جانب مشرکین مکه شکسته شد. بنابراین به اساس زمان الله سبحانه و تعالی آیه 5 را نازل نمود که شما در مدت 4 ماه همه چیز را درست میکنید، در غیر آن اعلام جنگ میکنید. و خداوند برای مسلمانان میفرماید که هرگاه شما دشمن، هرگاه کافر، هرگاه مشرکی در میدان جنگ میآید و با شما میجنگد، نترسید، با آنان بجنگید و آنها را بکشید. به طور طبیعی یک ژنرال نظامی برای بالا بردن مورال سربازان با آنان خواهد گفت که بجنگید و دشمن را بکشید. او نخواهد گفت که کشته شوید اما جنگ نکنید. پس این بیان آیه بیرون از مفهوم متن است. و مردمان مانند ارون شوری، یکی از منتقدین سرسخت اسلام در هندوستان که کتابی را تحت عنوان جهان فتوا نوشته است، او این آیه 5 سوره توبه را نقل قول میکند و سپس به آیه 7 میپرد. میدانید چرا؟ زیرا آیه 6 پاسخ آیه 5 می باشد که میفرماید اگر آن کافر دنبال پناهندگی است و صلح میخواهد، نه تنها صلح را برایش مهیا کنید بلکه امنیت بیشتری برای او تأمین کنید. و هر آیه از قرآن که درباره جنگ بیان می‌دارد همیشه اصرار می‌کند که صلح بهتر است. اگر آنان دنبال صلح هستند با آنان صلح کنید. و من به عنوان یک دانشجوی اسلام و ادیان مقایسه‌ای می‌دانم که تمام ادیان بزرگ جهان و کتب مقدسشان درباره جنگ بیان نموده، اما به عنوان آخرین گزینه صلح باید گسترش یابد. و طوری که شری روی شنکر صاحب از بھگواد گیتا نقل قول کردند که شری کرشنا برای ارجن توصیه میکند در فصل اول آیه های 43 الی 48 ارجن اسلحه‌اش را به زمین میگذارد و میگوید ترجیح میدهم که بدون سلاح کشته شوم نسبت به اینکه با عموزادگانم بجنگم. بلا فاصله چند آیه بعد بھگواد گیتا فصل دوم آیه های 2 و 3 بیان می‌دارد که شری کرشنا برایش میگوید چگونه ممکن است که یک چنین ناپاکی ها در ذهنت بیاید؟ این ذهنیت تو را از باغ‌های بهشتی دور خواهد ساخت. تو چگونه میتوانی که سستی کنی؟ و در ادامه بھگواد گیتا فصل دوم آیه های 31 32 و 33 بیان می‌دارد که تو شتریا هستی، تو جنگجو هستی، این وظیفه تو است تا بجنگی. آن جنگجویان مقدسند که فرصت جنگیدن را به دست میارند. اگر شما کتاب مباهرات را بخوانید، کتاب مباهرات آیه های بیشتری درباره جنگ دارد نسبت به قرآن کریم. اما هندو برایم میگوید که اینجا درباره جنگ حق در مقابل باطل است. من برایش میگویم آن چیزی است که قرآن نیز بیان نموده. بنابراین مشکلی نیست، ما آن را قبول داریم. پس اگر با مفهوم متن و شأن نزول بخوانیم، تمام ادیان به خاطر گسترش صلح به عنوان آخرین گزینه اجازه میدهد که بجنگید. طوری که شری روی شنکر صاحب بیان داشتند که وظیفه جنگجو جنگیدن می باشد. حالا تمام کشورها نیروی پلیس دارند. نیروی پلیس به عنوان آخرین گزینه به منظور تامین صلح علیه مجرمین مبارزه میکنند و عین آن چیز را قرآن کریم نیز اجازه داده است. اما مردم بیرون از مفهوم متن نقل قول میارند و بیان را تحریف میکنند و اسلام را ملامت میکنند.
به همین دلیل است که مردم میگویند اسلام با تروریسم ارتباط دارد. برای معلومات بیشتر می توانید ویدیوی سخنرانی من تحت عنوان جهاد و تروریسم از چشمانداز درست را تماشا کنید. امیدوارم که به سوالتان پاسخ گفته باشم. Now have Sri Ravi Shankar ji and Sri Vinod Menon. حالا شری روی شنکر صاحب و شری وینود منن صاحب را با خود داریم. لطفاً بالای شانه سخنرانان شال بیندازید. ضمناً میخواهم تشکری کنم. از همه اولتر میخواهم از خداوند سبحانه و تعالی سپاسگزاری کنم که این برنامه امروز را برای همه ما و شما با یک روحیه افهام و تفهیم و برادری آسان ساخت. میخواهم یک سپاسگزاری ویژه کنم از سخنرانان محترم و دانشمندان امروز. همچنان از همکاران گرامی که یک چنین کار موثر را انجام دادند که مردمان زیاد را در میدان وسیع جمع کردند که به شکل منظم و محسوس و به موقع آغاز گردید. میخواهم از تمام حضار گرامی سپاسگزاری کنم و آنهایی که به طور زنده این برنامه را از طریق ماهواره در سراسر جهان تماشا کردند. تشکر از استقامت و علاقمندی و اشتیاق شما نسبت به این برنامه و تشکری میکنم از کسانی که شب و روز به خاطر این برنامه کار کردند. تشکر وینود صاحب و تشکر از کارکنان فنی پیس تیوی که این برنامه را قسم تنظیم نمودند تا مردمان بیشتر و بیشتر بتوانند در سراسر جهان آن را تماشا کنند. Assalamu alaikum. May peace be on you and all the people of the world. دوستان گرامی، سپاس از این که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لطفاً نظریاتتان را درباره این ویدیو با ما شریک سازید. جهت تماشای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار داده گزینه آل را انتخاب کنید تا از نشر ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید. تا نشر ویدیوی بعدی که باز انشالله خدمت حاضر می شویم، خداوند بزرگ یار و یاور همه ما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.